سلام، خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیوهای کسب درآمد از اینترنت ما که تو این ویدیو میخوام درآمد نابی رو بهتون نشون بدم که بتونید درآمد دلاری داشته باشید. چون بچه توی کامنت ها دیدم که مینویسن درآمد دلاری نشون بده، کلا درآمد از درآمد دلاری میزدم و تصمیم گرفتم چند تا سایت رو بررسی کنم، چند تا روش درآمدزایی بررسی کنم و یکیشو که خب چند نفر هم انجام داده بودن و به درآمد رسیده بودن و خب باشون مشورت کردم و قرار شد که به شما هم آموزش بدم. روش خیلی نابیه و راحت میتونید درآمد دلاری داشته باشید. خب بچه قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما جمله از اینکه ویدیوهایی در مورد کسب درآمد از اینترنت میذاریم جلوتر میخوایم چند تا روش کسب درآمد ناب هم بذاریم. حتما زنگوله کنارش هم روشن کنید که بلافاصله بعد از گذاشتن ویدیو براتون نوتیفیکیشن بیاد. خب بچه داستان چیه؟ داستان اینه که میدونید ارز دیجیتال خیلی روی اسما میچرخه و همه میگن ارز یا میگن بریم ترید کنیم و معامله گری کنیم. بچه یه چند تا چیز در مورد ارز دیجیتال بهتون بگم. ببینید ارز دیجیتال اینه که فقط آموزش دیدن نیسته یا فقط داشتن سرمایه نیسته. بچه یه بازاریه که به نظر من اولین چیزی که باید یاد بگیری اینه که بتونی اون سرمایه‌ت رو مدیریت کنی و بلد باشی که چطوری مدیریت سرمایه داشته باشی و بعد بری حالا مثلا بری ترید و معامله گری اینا رو یاد بگیری. خب خلاص من کار به ارزان ندارم و اینکه الان ارزا کلا ترند شده و یا باید بری سرمایه گذاری کنی یا ترید کنی، ولی خب تا اینا رو بری یاد بگیری حداقل 1 سال طول میکشه، 6-7 ماه طول میکشه دیگه نهایتا، یا هم خب خیلی وارد باشی حداقل چند ماه طول میکشه. ولی خب من تو این چند تا سایت میخوام معرفی کنم که میتونید به راحتی ارز دیجیتال بگیرید و توی کیف پولتون نگهداری کنید، بعدن که قیمتش رفت بالا بفروشید. خب باز کار به اینا هم ندارم، اینم در موردش یه ویدیو درست میکنم و الان حرف از کسب درآمد دلاریه. خب حالا کسب درآمد دلاری ما به چی نیاز داریم؟ بچه ما به 3 تا ابزار نیاز داریم که من جلوتر بهتون میگم. خب بریم، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش حتما کانال رو ما سابسکرایب کنید. ما ویدیوهایی در مورد کسب درآمد اینترنتی واقعی میذاریم، چیزای الکی نمیذاریم و کارهایی براتون میذاریم که خودمون تست کردیم و به نتیجه رسیدیم. پس حتما ما رو کانال رو سابسکرایب کنید. و بچه‌ها در مورد کانال تلگرامی که حرف میزدید، خب یه کانال تلگرامی زدم، من لینکش رو میذارم داخل کپشن پست و به راحتی لینک رو وارد کنید و وارد کانال تلگراممون بشید بچه، چون من اون ابزارها و اون سایت ها و اون اپلیکیشن ها رو داخل کانال میذارم. خب بریم برای آموزش. خب بچه ما به 2 تا برنامه نیاز داریم. یکی این VPN که توی کانال تلگرام هم بهتون میگم چطوری همیشه با این VPN رو داشته باشید و همیشه یه VPN پرسرعتی داشته باشید بدون اینکه بخواید هزینه پرداخت کنید. خب به این VPN نیاز داریم به این کیف پول. خب این برای چیه بچه؟ وقتی که میخواستید پولتون برداشت بزنید باید به این برنامه کلا به کارتون میاد و باید اینجا پرداخت کنید و از اینجا به ریال تبدیل کنید. بچه در مورد اینم که من بخوام بهتون آموزش بدم ویدیو واقعا تایمش میره بالا و برای این کافیه هم اسم برنامه رو سرچ بزنید داخل گوگل، بزنید آموزش این برنامه، خودش میاره بالا و در مورد 0 تا 100 بهتون نشون میده که چطوری یه حساب کاربری درست کنید و از این کیف پولش چطوری استفاده کنید. خب ما کار به این نداریم حالا، چون خودتون باید برید آموزش ببینید، یه 5-6 دقیقه مشاهده کنید خودم متوجه میشید و اینم خب توی کانال تلگرامی بهتون میگم چطوری ازش استفاده کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ سایت بچه‌ها حتما باید این VPN تون روشن باشه و اینکه این VPN باید حتما از IP ثابت استفاده کنید. IP ثابت چیه؟ میایید داخل VPN اینجا کلیک کنید، یکی از IP هایی که دوست دارید انتخاب کنید. حالا من هلند انتخاب کردم، شما مثلا مال آمریکا یا آلمان یا مال یک کشور دیگه رو انتخاب کنید و بعد استارت بزنید. وقتی که وارد اون سایت شدید حتما با این IP ثابت وارد بشید. بچه‌ها حالا ما چطوری بتونیم درآمد داشته باشیم؟ خب ما به این سایت نیاز داریم، یه سایت خارجیه، نمیدونم مال کدوم کشوره ولی خب سایت خیلی خوبیه که میتونید به راحتی پولای خوبی رو ازش
درآمد داشته باشید، کسب کنید. خب بچه این سایت حتما با آی پی ثابت وارد بشید. آی پی ثابت یعنی همون فیلتر شکنی که وی پی که استفاده میکنید روی یک کشور خاصی باشه و از این بعد همیشه میخواستی وارد بشید حتما با همون که آی پی همون کشور وارد بشید. خب ما روی لینک کلیک میکنیم، وارد سایت میشیم. بچه وارد سایت بشید. اگه مرورگر کروم استفاده کنید خودش ترجمه میکنه که کاملا فارسیه. نوشته ثبت نام، تکمیل وظایف، امتیاز بگیرید و کلی توضیحات داده. خب میتونید اینا رو مطالعه کنید که نوشته مثلا با این روش ها میتونید پرداخت کنید و روش هایی مثلا با اینا میتونید اون پولتون و اون سرمایه‌تون رو به حساب به کیف پولتون انتقال بدید. خب کار به اینا هم نداریم. قسمت ثبت نام رو کلیک میکنید بچه‌ها. با گوشیتون چیز خاصی هم نیازی نداره، خیلی آسان و خیلی راحت. نام و نام خانوادگیتون رو به انگلیسی وارد کنید. مثلا من اسمم فردی نمیزنم، فردی. نام کاربریتون یه نام کاربری بزنید. مثلا میتونید اسمتون رو بزنید با یک عدد، مثلا 3367 یا هر چیزی که دوست دارید. مثلا من زدم 2362. اینجا پست الکترونیک چیه بچه؟ همون ایمیلتونه. خب اینجا هم ایمیلتون وارد کنید. ایمیل ندارید توی گوگل سرچ بزنید آموزش درست کردن ایمیل. یه ایمیل خیلی راحته، توی 2 دقیقه میتونید یه ایمیل برای خودتون بذارید. قسمت پایین ترش هم نوشته تایید ایمیل. خب اونجا هم همون ایمیلتون رو وارد کنید. کلمه عمومی هم یه رمزی برای حساب کاربریتون، یه رمز مثلا میتونید از اسمتون با چند تا عدد استفاده کنید. حالا یه رمزی براش بذارید. پایین ترش هم نوشته کد داور، اینم کار نداریم. خب نوشته اون کلمه عبوری که وارد کردید ثبت نام کلیک کنید، تموم شد. راحت می‌نویسه ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. بچه من قبلا ثبت نام کردم و پایین ترش نوشته ورود. من ورود رو کلیک میکنم. خب بعد بچه یه قسمت داره، قسمت ثبت نام نوشته ذخیره حساب کاربریتون. اون ذخیره رو بزنید که بعدا می‌خواستی وارد بشید دیگه نیازی نباشه دوباره ایمیل و رمزتون رو بزنید. خب ورود رو کلیک میکنیم. به همین راحتی، خیلی راحت و ساده. بچه حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما ویدیوهایی در مورد کسب درآمد از اینترنت میذاریم که واقعا میتونید درآمدهای خوبی رو داشته باشید. و اینکه جلوتر بهتون میگم چند ایده یوتیوب بهتون میدم، یوتیوب فارسی. خودم خیلی روش تحقیق کردم و چند تا ویدیو هم در موردش درست کردم، روش تست زدم، واقعا جوابگویه. و توی جلوتر بهتون میگم که چطوری با اون ایده توی کمتر از فقط 2 ماه بچه، فقط توی کمتر از 2 ماه به درآمد برسید. حتما کانال رو ساب کنید و زنگوله هم حتما روشن کنید. خب وقتی که وارد بشید نوشته نقاط فعلی، مجموعه درآمد و امتیازات استفاده شده. بچه مجموعه درآمد همون درآمدتون رو میزنه و این هم امتیازاتونه و این هم نوشته ارجاع اعضا که میتونید از طریق زیر مجموعه یکم اون لول سایتتون رو ببرید بالا و یکم درآمد بیشتری داشته باشید. بچه نوشته حمایت مالی کار نداریم. اینجا هم نوشته خب این چیه بچه؟ اینجا یه مش بازی هست. مثلا این بازی اولی نوشته تو مثلا توی کمتر از 14 روز این بازی رو به لول 23 برسونی 683 تا پوینتس بهت میدیم. همون ما 683 تا مثلا امتیاز، نمیدونم حالا چیه، ولی خب یه کوین بازیه بهت میده که اونم میتونی تبدیل به پولش کنی. خب اینجا هم پایین ترش هم یه بازیه خیلی بچه‌ها خیلی جذاب، بازی میکنید درآمد دارید خیلی راحت. نوشته مثلا اینو توی کمتر از 15 روز به مثلا لول 17 بره. به نگاه نوشته لول 17 15 دیس، یعنی چی؟ یعنی توی کمتر از 15 روز به لول 17 برسون و درآمد داشته باشه. چقدر درآمد؟ مثلا امتیاز 28000 تا باشه، خیلی زیاده. 28000 تا راحت میتونید 28000 تا رو به دلار تبدیل کنید و کلی درآمد داشته باشید. همینجور خیلی بازی داره، خیلی سایت خیلی خوبیه. بچه یه چیزی در مورد این سایت ها بهتون بگم. سایت هایی که من در مورد درآمد دلاری باهاتون ویدیو درست میکنم حتما بعد از اینکه امتیازتون تبدیل پول کردید زود به
کیف پولتون انتقال بدید، چون امکان داره بعدا سایت به مشکل بخوره و هزار تا. پس حتما از این به بعد هر سایتی که مشابه این بهتون معرفی کردم، بعد از دریافت امتیاز، کمترین امتیازی که میتونید به کیف پولتون انتقال بدید، زود به کیف پولتون انتقالش بدید و حتما این کارو انجام بدید. ولی خب خلاصه تو میتونی از این سایت ها درآمد داشته باشی. من سایت هایی معرفی میکنم که واقعا بشه درآمد داشته باشید. خب بچه میبینید کلی بازی هست که مثلا راحت میتونید درآمد خوبی داشته باشید. حالا به جز بازی هم راههای دیگه هم هست، الان بهتون نشون میدم. خب اینجا گفتم مثلا روی این سایت ها کلیک کنید و تبلیغش رو ببینید. خب اینم چیز جالبی نیست بچه. این خب یه جا بود که میتونستید با یوتیوب، با دیدن ویدیو توی یوتیوب درآمد داشته باشید. خب قسمت سمت راست کلیک کنید و گوشتون بزنید رو حالت رایانه، میاره بالا. خب این گزینه بچه ببین این گزینه رو بزنید. اگر از کامپیوتر و لپتاپ استفاده میکنید، روی دسکتاپ بزنید، برنامه‌ای در مورد کامپیوتر و لپتاپ میاره، مثلا اون راحت میتونید نصب کنید و درآمد داشته باشید. یا اینکه مثلا کارهایی در مورد لپتاپ میشه انجام بدی و اینم موبایل هم خب کلیک کنی نوشته دیگه. نوشته چیکار میتونی بکنی؟ اینجا نوشته مثلا آیفون، اندروید، آیپد. حالا هر کدومشو میتونید استفاده کنید. این هم دیگه همونه، نوشته مثلا اونایی که میتونید درآمد بیشتری داشته باشید، مثلا 14,000 تا پوینت، خیلی باحال. اینجا هم نوشته مثلا چقدر امتیاز دارید، چقدر درآمد دارید. خب بعد بالاتر دوباره یه قسمت دیگه داره، رو اون کلیک کنیم. اینم دیدم بهتون گفتم که میتونید از طریق سایت ها درآمد داشته باشید و اینم گزینه آخری. خب این گزینه چیه بچه‌ها؟ ببینید کلی ویدیوی یوتیوب اینجا هست. خب نوشته مثلا با هر کدوم از اینا میتونید نوتا پوینتس اینا بگیرید. خب روی ویدیوها کلیک میکنید. ولی خب به نظرم بهترینش همون بازی کردن بود. باشه خودش راحت نوشته، این بالا نوشته تماشا کنید و درآمد کسب کنید، مشترک شوید و لایک کنید. باید مثلا هم سابش کنی، هم لایکش کنی، هم ویدیوشو ببینی. بعد نوشته اینجا نوشته چی؟ ویدیو رو پخش کنید و منتظر تا زمان سرج منتقل. یه زمان زنج کوچولو میاد بالا. وقتی اون تموم شد میتونید از ویدیو خارج بشید تا پاداش رو دریافت کنید. به همین راحتی میتونید ویدیو ببینید و درآمد داشته باشید. خب حالا قسمت خیلی جذابش اینه چطوری اینو تبدیل کنیم و درآمد داشته باشیم. باشه اینجا وارد بشید، خودش نوشته راحت. اگه مرورگرتون فارسی باشه خودش فارسی ترجمهش میکنه. اینجا میتونیم امتیازتون رو تبدیل به اون امتیاز تبدیل به پولش کنیم، 50 روپیه، و راحت درآمد داشته باشید. خیلی راحت، مثلا حدود 50 روپیه تقریبا حدود 25,000 تا 26,000 تا با 1500 تا میتونید راحت برداشت بزنید و به کیف پولتون لینک کیف پولتون رو بدید، راحت به کیف پولتون این مبلغ رو بریزن و شبه راحت میتونید اینجوری هم درآمد داشته باشید. و یه چیزی در مورد کسب و کارهای اینترنتی بهتون بگم بچه، من هر ویدیویی که براتون معرفی میکنم آخرش میگم کدوم کسب و کار خودم پیشنهاد بهتون میدم. 4 تا ویدیوی اول کانال یوتیوب ما ببینید. 4 تا ویدیوی اول کانال یوتیوب هم ویدیویی هست که واقعا پیشنهادم اوناست و به راحتی میتونید از اونها درآمد داشته باشید. و اینکه پیشنهاد اصلیم اینه که حتما ایده اول کانال یوتیوب ما ببینید. میتونید از طریق اون یک کانال یوتیوب انگلیسی بزنید و بدون اینکه بیاید جلوی دوربین یا حرف بزنید درآمد بالایی از یوتیوب داشته باشید. حتما اونا رو مشاهده کنید. بچه‌ها کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ما ویدیویی در مورد کسب درآمد از اینترنت میذاریم که 100% واقعی و 100% به کارتون بیاد. خب تا یک ویدیوی دیگه، یا علی، خدا نگهدارتون.